من آبشار بینید خیلی جای شروع خوش منظره انرژی مثبت خوب دارد. هر کسی که اینجا اونده استراحت میکند البته سلامتیش برقرار میشه، خودش نقص حس میکند. قبلا اینجا جای شاهان دوره قدیم اینجا آمده استراحت میکردن، دم میگفتن، ایجاد میکردن، چون که خود فضا انرژی مثبت خوب دارد، انسان را تبابت میکند. این شهر همدان تقریبا 3 کیلومتر بالاتر شهر همدان هست. اینا نامش آبشاران میگم، جای آبشار، چون تاجیکا آبشارا میگوییم، ما هم اینها هم آبشار میگویم. سلامت باشید، 100 ساله شوید.